هشدار محب به تلویزیون طلوع. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. باز هم خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای چینل کابل وایس. تقاضا می‌نمایم که تا آخرین ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما اطلاع نمایید. هارون میرسعیدی در صفحه فیسبوک خود می‌نویسد که احمد مسعود با حضور خود با رسانه‌های فرانسوی غوغا کرد و باعث خشم شورای امنیت ملی به رهبری محب شد. محب با هشدار جدید به تلویزیون طلوع. مصاحبه احمد مسعود را با تلویزیون 24 فرانسه از اخبار ساعت بعد از نمایید. با تشکر از اینکه تا آخرین ویدیو با ما بودید. جهت حمایت کانال یوتیوب کابل وایس را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما اطلاع حاصل نمایید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوب و خوش داشته باشید.